یه داستانی وجود داره، اونم داستان اینه که یه سری آدما رسیدن لب رودخونه خروشان فلان. بعد به این مشکل خوردن که چجوری از رودخونه رد بشن. دیوونه میزنه از رودخونه رد میشه، موقعی که عاقلا وایسادن دارن فکر میکنن چیکار. واقعیت اینه که تو این داستان اون دیوونه که میزنه از رودخونه رد میشه با اون دیوونه‌ای که ما صحبت میکنیم فرق میکنه. اون دیوونه‌ای که ما صحبت میکنیم احتمالاً تو خونه نشسته و از اونجا داره فکر میکنه که اگه به رودخونه رسیدیم چجوری میخوایم از رودخونه رد شیم، و چون فکرش به جایی نرسیده که چجوری از رودخونه رد شه یا راههایی که پیدا کرده کمکش نمیکنن و 100% مطمئن نیستن که از رودخونه میتونه رد شه یا نه، تو خونه نشسته و از خونه بیرون نیومده. این دیوونه با اون دیوونه‌ای که میزنه از رودخونه رد میشه با هم فرق میکنه. البته همه چیزی که درباره انسان ها صحبت میکنیم یه مقدار خطا و نقص شدن یا مثلا مثال مخالفش رو پیدا کردن داره که اینجا اصلا در مورد اون بحث نمی‌کنیم، ما داریم در مورد اکثریت صحبت می‌کنیم.